سلام دوستان، خوش آمدید به کانال. در این ویدیو ابزار به سمارتفون ردمی 10 این دوام دهنده ردمی 9 است. چه دیگرگونی شده در این تلفن دیده میبرایم. رفتیم. دیدن را سر میکنیم از کامپلکتاسیاش. در کامپلکتاسیاش بلوک питания با 22 وات دارد، کابل USB Type-C، скрипка و چخول دارد. کمپانی Xiaomi همه وقت به همه تلفن هایش پلیونکا برای اکران میزند و در کامپلکتاسیاش چخول میداد. این بهترین. بپول چیز بهتری نیمه، این بپول کنزتو. دیزاینش باشد در کورپوس این سمارتفون جای داده شده از دو میکروفون، دو دینامیک ستریو، جای برای зарядник، наушник و отпечатки این سمارتفون باشد. در кнопка питания جای داده شده است. این بهترین ریشه‌ای که استفاده بردنش قولای. با در کورپوسش یک پورت دارد که این برای اداره کردن تلویزیون، کاندیشنر و دیگر چیزهای در خانه بوده استفاده برده می شوند. در طرف چپ سمارتفون باشد جای برای سیم لاتوک است که دو نانو سیم کارت میگیرد و یک فلش کارت میگیرد. دیسپلیش باشد размерش 16 دюйم، این به 2400 به 180 پیکسل، плотность پیکسلش 400 ppi می باشد. این اکران IPS ماتریسه می باشد با 90 گیگاهرتز. این بهترین پلوس این سمارتفون به 90 گیگاهرتز. دیگر تلفن ها به این مانند نرخ به 60 گیگاهرتز است. این уже 90 گیگاهرتز. یک مینوس تلفن هم هست که در این اکرانش، اکران яркостش کمتر پستر نمیرسد، روشنایی نمیرسد، دیده نمیتونید در روشنایی بلند در کوچه ها دیدن یکتی مشکل. درباره سیستمش این سمارتفون با اندروید 11 و با оболочкаи MIUI 12.5 کار میکند. پروسسورش باشد 8 ядровый MediaTek Helio G88. این پروسسور در تست Antutu بنچمارک 200,000 بال میگیرد. ویدیو چیپش باشد Mali G52. با این چیپ بازی ها رو با کачестве سредنی باز کرده میتونید. این سمارتفون ها رو میبرند با پامیتی 4x64، 4x128، 6x128. با اگر خواهید اگر میتونید همراه کرده به این فلش کارت به 512 گیگابایت. درباره کامراش گازنی میگه این سمارتفون 4 مدل کامera دارد در قفوهش. این основнояш به 50 مگاپیکسل، فرانتالنی کامراش باشد به 8 مگاپیکسل. این کامera سیونکه میکند فول HD، размераш 1900 به 1080 پیکسل، 60 кадр секундаш به. باتری این سمارتفون به 5000 میلی آمپر چسب میباشد. این ضرورتی این تلفن میرسد 30 ساعت هنگامی با تلفن گپ زدن، 15 ساعت میرسد هنگامی ویدیو تماشا کردن، 150 ساعت میرسد هنگامی موزیک گوش کردن. آخرین پلوس این سمارتفون باشد با این سمارتفون میتونید заряд داده به دیگر سمارتفون هایتان. این بود کوتاه درباره ردمی 10. در این کانال ما هر هفته ویدیوهای نو میبراید. برای همین در کانال ما مونید و подписаться کنید، لایک مونید و دیگر ویدیوهای ما را تماشا کردن را دوام بیارید دوستان. خیر تا دیگر ویدیوهای نو.